خب جلسه آقا اومدیم به پارت سوم برزم قبل شما هاردکور. لازم منو نگاه عشق اوکی. بذار من یه صاف براتون پیدا کنم باشم بندری بگیم مقابلش کنم. یکم لگه ما لگه برطرف نمیشه ولی اوکی. چرا لگه از لگ در بیاد تو رو خدا. سیستم که نه یعنی گوشی نداری که اوکی. اونجا تبرمون داره چوخ میره به تبر درست کنیم. اون نیازی رفتیم داریم ولی سر جاش و استیک دارم. خب استیک داریم و میتونیم یه تبره زیبا و ایداری بسیم و دور تبر بسازیم که اینا به چوخ رفتم به چوخ نرم چیز خلاص اون گلا رو وسیله نیازی که نداریم و سومر سگ نیم وات؟ بسیم نمیشه بچه به حضرت عباس هیچ کاری نکردم ولی یه ویلش پیدا کردم. بچه من لگ دارم و خواهی میکنم و به خدا بچه من این چیزی نزدم تو میتونید ملاحظه کنید و حاضرم چون هاردکور اصلا نمیشه کریزی کرد بچه. اوکی بسونم یه آیرون گلوب بزنه صدا بزن چی؟ امیدوارم ویلیج خفنی باشن. اون چیزا هست نمیدونم چی بود اسمش نمیدونم چستی چیزی دادش به ببین چی پیدا کردم. اینا رو با حوصله میکنیم غذای زیبای که همش نون با پنیر بزنیم رایت. اوکی نه بذارم اینو بذارم بالا اینا. اوکی اینجا که هیچ نداره این دو تا در داره پس ما اینو باید کنیم. اینجا میگه حاجی من چرا لگم نکنم خود فیلتره چون بچه دارم اینجا ویدیو آپلود میکنم که بدم رفت دارم ویدیو آپلود میکنم جلیم ویدیو هایی که دارم سو اینجا هیچ چیزی نیستش درسته؟ همش چیز نیست نداره که اوکی بس ها لگ دارم و این خبر بدیه باید چیکار کنم یا حضرت موسی ست بهترین کار اینه که برو کیون بیش و ما اینجا بگیریم شفه یعنی چیز ما چرا نمیده توی برو دیگه لگ این لگ اگه نداشته باشم خوب میتونم براتون بازی کنم. ببین خدا من چی کارت کردم نگه نه آقا بچه من باید برم چی کردی با دلم وای اوکی بچه ما باید بریم انگار ازم خدمت شما اینکه فیلتر رو ببندم بیام از این قسمت فیلتر رو میبندیم و وارد ماینکرافت میشیم دوباره و اینکه آره بیسکویتش همش گوشته بچه تا شما ویدیو لایک میکنید ما این بیسکویت ها رو در میاریم بفهم بیسکویت بفهم اوکی
امیدوارم که لایک به خاطر اون بوده باشه و اینکه ما هم سالم شده باشیم. مگه که لایک دارم به خدا اگه لایک نداشتم باید یکم روون شده راستیتش بشه. بریم بالا اون چه خبره. این بلاک ها میگه داریم این که الان اومده میگه. خب این هم بریم اینجا هیچی نداره. خب این چست ما نداریم این نداریم بله که اینجا فکر نکنم چیزی داشته باشه ولی اوکی داره شبم میشه بعد من میترسم چیز اسمش شد کریپر. بابا کریپر اصلا دهن ما رو سرویس میکنه همیشه تو مایکرافت. میدونم که حداقل یه بار دهن شما رو سرویس میکنه ولی چرا دوتا چرا اینو داره قبلا یه دونه بیشتر ندید. بابا یه دونه اون آهنیات رو خدا مگه این ویلیج نباید خوب بده وسیله آکام نه باز از 3 تا از اینا داره خدا بگیرم بخوابیم میخوابیم بهتر شد سریع میرون و بیرون چک میکنیم. برو دیگه چه وضع پله خبرمون دست اون میگیری این سری جونم داشت ویلیجر رو نمیبینی یعنی میخوای من بگیم بچه زامبی نه نمیخوام تموم شم چیز به امیرالد سر عالی زیبا اونا رو بده تو خود زنی بخور علکی نمیره اوکی نه اینو بذارم توش اینو بذارم تو اوکی 3 تا امیرالد هم بذارم این تو دیگه اکس هم که اصلا نمیشه رفت جا پروش چیز 4 تا چیز داریم اسمی دوازده اوکی امیرالد زود نیازمون فکر نکنم باشه بخاطر همه بیشتر به حاجی بچه زامبی شده بود شاید پشمات بریزه ولی بچه زامبی شده بود بدبخت چی داری؟ امیرالد داشتی میگیری تو کلا میگیری ببین زغال نمیخوام چیزی که نمیخوام مثلا زغالی که خودم بپزم زغال مغلط آیرون گلم داشت دعوا بود دیشب بله جنگیدی مملکت باید نشون بدی چیز اینو بالایی هم نگاری کنیم احساس من اینجا رو دیدم بالا بازم میاییم آجی یه چست باشه نیست چرا باید دوتا در شوشی خونه بین چیزی هم نداره چرا باید مثلا آیرون گله ما تو این ویلیج باید بمونیم بچه شاید دیگه چرا بالاخره یک کلاس کردیم بچه اوکی
یعنی با این کلا اینو دیگه میدونم دیگه انشالله اینو دیگه داشت یاره دیگه داداش تو رو خدا تو داره یعنی داره چیز برو به زغالا رو میکنم میدم مو یارو 15 تا مفت مرد که 15 زغال باید چیکار کنی تو اون چی میداد امرالد میداد چی میداد عکسش هم سنگی بود یعنی اصلا عکسش یه آیرونی بود میارزید مثلا چرا این ویلیجر ها رو هر طور شده ارتقا بدیم بچه مشعل ندارم نه ندارم اینا رو بکنیم و بدیم من یارو برای ما سری میشکن بچه ما هاردکور هستیم ما سری میشکنیم فکر کنم ما شاید قدیم میشه کنم اما دیگه شنیدیم 20 زغال زدیم تو رد بعد بگردیم توی کوهنوها بچه توی دوتا خونه اینجاست توی کوهنوها مخصدم عزیزی اوکی لاوا خوبه میتونین بریم ندر با لاوا اگه اشتباه نکنم و میتونیم فارم سنگ هم بزنیم حالا یه دونه چست پیدا کردم آقا سلام ارادت آقا سلام ایسی رو چی همونی که بود برو بالا بابای به به چه زغالایی فقط اینکه من پیک عکس خواب که رفتیم تیبل اینجوری داره با شوخی میکنه دو تا باید بسازم دو تا بسازم یه دونه زاپاسم داشته باشه اوکی باید حداقل دوبارش هم باشه همه زغالی 27 تا به اینا رو دیدیم اون یارو رو نمیدونم چی میداد امرالد میداد چی میداد میگیریم وسیله رو بعد اینکه ترید میکنیم و ویلیجر رو بعد اعتقاد ببین به احتمال زیادش دایمندی از همون گیریم یعنی بیا سوردی چیزی اینجا میدونه بود آها اون بالاست نیست ناموسا که یه بلاکی برداریم بریم باید خب یه بلاک دیگه هم بیارم دورو باره بچه باید باشه یعنی الان زیر این باشه همش زغال همش امیدوارم این همه رو بخره دیگه شنده منو کلی زغال میکنیم و آره زنبی اسم نشه سلامت نزدیک اینم این تا حالا یه استک زده ماجی اوکی اینم از اینو من برگشت واه چه داری که اینم
بنازم حاجی پیککسمون خراب شد لام هستم. یعنی یه زغال پیدا کنید بدون یه چیز بعد زیاد میتونه باشه. این ویلیجر دیگه میگه داداش من دیگه زغال نمیفروشم. زغال این ویلیجرهایی که زغال میگیره رو یه جا زندانی کنیم هر شب تا صبح ازش سلزونه با یه لحظه که آیرون اینجا یه لحظه اصلا چیز شده اینجا باید یه بریج ناب بزنیم. هی عجب نابی بود ولی اما بزن عالی بود. لایک کن بید این که مشخصه عود بدش این آبو بید بیشون سلطان. اوکی شما بودی سلطان گرفتی شما زامبی تو داشت زامبی خود اون بود اون جلیل بود این جلیل بود 100 این جلیل بود. به همایش کشت تو آها این لحظه کم امرات بدید من دیگه دیگه لحظه بدید آیران آخه مردمون اینو نمیخوام اینو ما چجوری بکشونیم این فکر نمیکنم ببین اداش ببین چنده این سه حتما چیزای خفن‌تری داره لاوا میگیری یا اینا رو نمیارزی اداش نمیارزی زلطان و برم زغال بزنم بچه زغال دوست داره بجیم بچه میخوام ببینم الان استیکانت دور که میخوام بکنم سریع الان باید برید کنش درسته غلط کدومه سلطان قبلا اینو میزدیم میرفتم مثلا وشتاری اوکی این باید داشت چکاره داشت خب اینجا دیگه موندی سلطان من اینجا بگیرم که خواهرم آها سلام داری سلطان یعنی قدر بخوریم بعد یه مشعله برات بیرخونت بذارم مشعله داشتی خانه یه سوال سی تو بعد از اینو نمیخوایی نمیخوام کلا ببینی دورم نمیخوام آقا همینجا بمونی شما ما هم به این صورتی از سقف میریم بچه بالا و بیرون خلاصه و زیبا خدا حافظ چند تا بلاک بودم اینم سقفت اینم از اینم از ایز بده اینم بکنم زیر خود اوکی بابا اینو میپری من نمیدونم چرا میذارم اینجوری میخوره ولی ها ولی شنم یکی دیگه اینجا خدا ها اون نیست که ایشالله سلطان لازم اینو بچه باید خدا شده برو فیلم جلیل میخواد بزنه شلوار از کجوره داش کجوره کجوره عزیز
از شما اجازه بده لحظه بسن. از زامبی فکر نکنم میتونه بذار من یه چیزی بگم فکر نکنم بتون شما بگم تریدر ما آماده است تریدر زیب آکی بایی وایسی برم زغال ما این کن بچه این قسمت فقط ببین کاری اوه جمع جمع دوستان جمع هست همه چی هست تو ویلیج کاره بچه اصلا از این بهتر مگه داری میزن هیچ لوتی هم به دست زد نمیاره فقط زغال چند جونم داریم به خودمون یعنی یه دونه زغال اینجا نیست ای بابا از زغال پیدا کنیم اینجوری میشه باید زغال پیدا کنم و زغاله اینجا زغال نیست تو کوهی چیز حالا این صبح میشه قابل بده بنده اینم یه بالا باشه اینم بذارم تو باشه 6 تا امرالد داریم امیدوارم بتونیم یه فارمی چیزی فرم آیرونی چیزی رو درست کنیم شما میرم پارت بعد فرم آیرون رو یاد میگیرم برای موبایل میایم با هم توی ویلیج فرم آیرون میزنیم حتی اینجا میزنیم حالا وسیله‌اش خودم با هم توی ویدیو با هم جمع میکنیم و با هم میسازیمش و عشق میکنیم بچه رو میمونی همش گوشت یک غذایی هم میخوریم اینجا مرسی که این ویدیو دیدید لایک کامنت فراموش نشه آقا ممنون میشه ویدیو رو به بازنش کنید چجوری با این میرن خدا بلش ممنون میشم این ویدیو لایک کنید و چنل منو سابسکرایب کنید عشق کنید تا ویدیو جای دیگه خدافظ